زنگ زده میشه که مولوی صاحب قرضدار باشه آدم چطور میشه قربانی. من بسیار دلم درد میکنه و سخت غصه‌ام برم میآید. تو قربانی را سوال میکنی قرضدار هستم، لعنت الله سری تو قرضدار نشوه. اگر هم یاد سبا توی ناسه کاکایت باشه زن 5 قربانی را کالا جور میکنه، باز نمیگی که من قرضدار هستم. در 1 سال الله سبحانه و تعالی تو بدبختی قدر و عظمت کی میدانی؟ تو مسلمان بی مفهوم و بی منطق و بی جوهر و بی روح تو کی میدانی حیثیت که قربانی چه حیثیت داره؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم برات میگه من کان له ساعة فلم یضحی، کسی که گنجایش داشته باشه از قربانی کردن امی قبول داره که یک حیوان بخره ولیکن قربانی نکرد فلا یقربن مصلانا. رسول الله برات میگه که در عیدگاه ما حاضر نشو. تو میفهمی قدری عزیزه قربانی چی قدر داده، چی هست برای تو؟ فقط دنبال رشوت بدو، دنبال حرام خوری بدو، دنیا را میشناسی آخرت نمیشناسی، دین نمیشناسی، امر رسول الله را نمیشناسی. سوال قرضدار هستم قربانی میشه نمیشه؟ قرضدار هستم قربانی میشه. در بدعات، در رسومات، در معصیت پیسه است که مصرف میشه. همین آدمی که قرضدار است با سبا ببینی که سر رقاصه دادن باد میکنه، جمعه هایش در سگ جنگی بوده، نعوذ بالله در بوتن بازی تیر میشه، کلی عمر در فسق و فجور تیر میشه، ولی پرسان از قربانی از قرض میکنه که قرضدار هستم. تو که قدری از زیر میدونی؟ از الله بترس. تو موقع برات الله نصیب میکنه. ابراهیم علیه السلام بچه خود قربان میکنه. لعنت الله تو واری مسلمان سرت نشوه. به خواب، به دیدن خواب امر صریحی واضح نامده بچه خود قربان میکنه. اما تو امروز یک گوسفند پیش کرده نمیتونی. این خو یک جانب مردم ماست. جانب دیگهش با سعی کنی که تمام عمر در خانه خود گوشت نآورده، تمام عمر زنا را در تار بسته کرده که روغن مصرف کردی کیرم کتالو زیاد مصرف کردی کیرم باز روزی عید که شوه والله ما 10 قربانی داشتیم. دروغ نگو، ریاکار، شهرت طلب، بدبخت 5 قربانی داشتیم. از رسول الله کنه بالله قسم اگر مقام و منزلت بالا باشه، از صحابی کنه بالا نیستی. ثوابی که صحابی طلب میکنه تو طلب نمیکنی، حرصی که صحابه و ثواب داره تو نداری. و از خانه خود یک قربانی میکنه از کل اهل بیت. اگر واقعا طلبگار ثواب هستی، واقعا مؤمن واقعی هستی، جنسوز هستی، در همسایت سعی کن یک خانه بیواره پیدا کن، یک خانه یتیم پیدا کن، حیوان بخر از اونجا ببر در خانه از اون. اسلامیتت اگر ثابت میکنی واقعا دین دوست داری، اگر نیکی خودنمایی میکنی، ریاکاری میکنی، شهرت طلبی میکنی، چی برآمد ازی؟ چی شد ازی؟ لاف بزن در هر مجلس بشی ما خیلی ناوقت شد سر ما تا لیره کالا را بدل نکردیم، از ما خود 5 دانه بود. چی ضرور است برات؟ این عمل برای کی انجام میدی؟ به الله قسم که عمل به خاطر الله انجام ندی. اگر الله قبول کنه 2 شرط است. خب یادیت گوشی تواز کن که به خاطر الله عمل انجام ندادی که شطرا را بکشی پیش الله هیچ ارزشی نداره. چرا؟ عبادت خود به نیت نادرست و ناچیز میگیریم، خراب میکنیم، از بین میبریم. یک کمی متوجه شید.